سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به مانستر تون. اینجاییم تا با هم نکاتی درباره دختر و پسرهای محترم رو پیگیری کنیم. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. پس بزنیم بریم تا بیشتر دسته های دختران و پسران را بشناسیم. خب دسته ای از دختران وجود دارن که وقتی با آنها بیرون می روین انتظار دارن که کیف دستی اونها رو حمل کنی، خود آنها رو حملشون کنی، با انقدر پاچه خاریشان رو بکنی تا از ذوق به خود ببالن. نمونه بارز اون رو در کلیپ فوق می بینید. اوی پام 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 وای 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 شونم. چی شده عشقم؟ تازه میگی چی شده؟ میبینی این کیفو دارم با خودم میارم شونم تمام در گرفته به پام فشار میارم وسیله هارم که اصلا نتونستم بیارم گذاشتم اونجا تو برداری. آره خودم میارم کیفتم. دسته دوم دختران از پسرها هم مشتی ترن. چطوری؟ اینطوری که نمیذارن آب تو دل پسر تکون بخوره. به اینجور دخترها میگن داشمشتی. خیلی 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 داشمشتی هن. بریم ببینیم چطوری هن. آره بابا بیستاب خیلی درد میکنه. چرا کمر درد میکنه؟ دیشب اسباب کشی داشتیم فاطمه جان. ای وای آخه تو اسباب کشی داشتی و به من نگفتی؟ از این به بعد اسباب کشی، تعمیرات، هر چیزی فکرشو کردی به عنوان یه داداش صلیب موقع رو من حساب کن. چشم مایی. من دستی کم نگیر به من بگو من میام کمکت میکنم. بگی یا ناراحت میشم نگی. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. اگه میخواین کلیپ های بیشتری در رابطه با موضوعات عاشقانه، دلبرانه، مستحانه، منصفانه بدونید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. دوستتون داریم خیلی زیاده. به امید دیدار.